همتباری، هویت فرهنگی، اجرای سرود دوگانه، دیدن زیبایی‌های نوروزی. دلیل‌هایی که برخی فارس زبان‌ها می‌گویند آنها را از کشورهای گوناگون به تاجیکستان آورده است. خوشحالم، بی‌نهایت خوشحالم که اومدم اینجا. از آمریکا اومدم ولی اصلا ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمیکنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چطور جشن میگیرن. شماری از فارس زبان‌ها دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سر کارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه. دوست داریم با هم صحبت‌ها و هم میهن‌های خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم چون اونجا اختناق هست. این آخوندا یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم. یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم. برخی از میهمانان فارس زبان حضور زنان را یکی از ویژگی‌های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق‌العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارند و هم در حضورشون یعنی میبینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند. اون هم با لباسهای شیک، با لباسهای رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ و خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم. اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. به طور توفه‌گویا به تمام مردم عزیزمان به اصطلاح تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است که البته آهنگ از قدیمی ترین آهنگ‌های سمت پنجشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنجشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دست زدیم جور کردیم که البته شیر ازی از سهیل سامونی است. محمد رضا شبانکاره گرداننده چند صفحه مجازی فارس زبانان در شبکه‌های اجتماعی رنگامیزی‌های نوروزی را در تاجیکستان یک ویژگی آن می‌داند. در چاره‌بینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متاسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه. شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابان‌های تاجیکستان نوروز شادتر است. توی خونه ها خیلی مشترکه ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتره، همه چیز شبیه قدیم ایرانه. نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارس زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. به گفته صاحب نظران همین دلیل بیشتری فارس زبانها را به دوشنبه کشانده است. ارشاد سلیمانی، امیر سایف، دوشنبه، تاجیکستان.